دوستان عزیز، وزن 90 کیلو قسمت نهایی فرا رسید. وزن 90 کیلو دو پهلوان نامدار رو برآورد. یکی سید مومن علیف پهلوان پیراهن سفید پوشیده و دیگری حاجی اشرف رحمانوف را. دو پهلوان شهر دوشنبه در قسمت وزن 90 کیلو قسمت نهایی مبارزه میبرند. حاجی اشرف رحمانوف برادر یکی از پهلوانان سنگین وزن، پهلوانی که در رشته گوشتنی جدا در مختلف مسابقه های بین المللی شرکت ورزیده است. بله ببینید در حال به هجوم میگذرد. این پهلوان پیراهن کبود داشته رقیبی باشد علیف سعید مومن تحت راهبری صدرالدین عابدوف تمرین میکند. چند نوبت به گرفتن عنوان قهرمان تاجیکستان در رشته گوشتنی ملی این پهلوان سفید پوشیده مشرف کرده است. اما حاجی اشرف رحمانوف یکی از پهلوانان و یکی از نفرانی است که سال گذشته در گوشتنی ملی در قسمت نهایی مبارزه برد، هم در گروه خویش و هم در وزن مطلق. ببینید حاجی اشرف رحمانوف یکی از پهلوانای خیلی خوش‌طبع است، دائما در هجوم کردن و اصولی بین پای بسیار موفق است. همین پهلوان پیراهن کبود داشته این یکی از چهره‌هایی است که شاید در گوشتنی جدا از این پس تاجیکستان را در مسابقه های جهانی معرفی کند. هرچند پیش از این در میان نورسان و نوجوانان معرفی‌گر تاجیکستان بود. حالا ببینید اکنون رقیب نیست، سعید مومن نیست، از او کمی ندارد، چون که این پهلوان مکتب خوبی ورزشی گوشتنی معلم عابدوف را گذاشته است، پس میداند که به کدام سمت هجوم کرد. حالا هجوم ها نوکه آغاز گردیدن، ما اینو با پررگی به سود یکی از این پهلوانان دادن نمیتوانیم، اما در مجموع قواها برابر هستند. دو پهلوانی که تلاش برای به دست آوردن نشان طلایی می‌ورزند. دوستان عزیز، یک خوش خبر دیگر از اینکه چند پیش از مسابقات بین المللی رشته کورش پهلوان وزنین تاجیک تیمور رحیموف با گرفتن نشان برنجی موفق گردید و همچنین جایزه با $10,000. حالا ببینید در اینجا از جانب سعید مومن علیف نشستن و سر کتف گرفتن، اما حاجی اشرف رحمانوف این اصول را خود را قوی تر نگاه داشت. درباره تیمور رحیموف ابراز کردیم بالاتر که تحت راهبری مستقیم تمرین میکند یکی از مربیان. بالا اینجا حاجی اشرف خیلی موفق میگردد. حلال این دیگر حجت برای تفسیر نیست، جایی که عیان است دیگر حجت به بیان نیست. این پرتافت حلال از همه امتیازی بلندتر. رحمانوف حاجی اشرف نشان بده. نمام کودکم گر تو هستی جوان، با گوشتی کمربسته دارم میان. همین است کمربندی پهلوانان. پهلوانان غالب وزن تا 80 کیلو رو برای گرفتن جایزه ها و منبر افتخاری دعوت میکنیم. اسرائیل رحیموف از دوشنبه حالت تکرار را ببینید چگونه با طرز اعلا این پهلوان پیراهن کبود داشته حاجی اشرف رحمانوف رقیب را به تخت پشت میافتاند.